السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک کمی موضوعات هست که باید ما و شما آن را بفهمیم درباره استادان ربانی. الله علمی از یار زیاد گرداند و یار غریق رحمت خود قرار بده. امروزها در اینستاگرام و یوتیوب و دیگر رسانه هایی که استادان ربانی هستند دعوت به سوی دین الله جل شانه میکنند، دعوت به سوی یکتاپرستی میکنند. ضدی از یا ویدیوها و کانال ها نشر شده ایستاده است و من نیز خواستم که در این موضوعات یک کمی صحبت گذرانم تا که مردم حق را از ناحق بشناسند، بفهمند که کی حق است و کی ناحق. بله، این صحبت را انشاءالله آدمی عاقل میفهمد و جاهل نه. چگونه که الله در قرآن میفرماید ای مؤمنان فرمان برداری کنید الله و رسول او را و روی نگردانید از امر الله سبحانه و تعالی. الان که میشنوید و این استادانی که عمل به این آیت کردن و آیت دیگری که سوره اعراف آیت 89 که پیامبران کسانی هستند که هدایت نموده یارا الله جل شانه، پس بر راه و روش پیامبران اقتدا کن. این سخن را کی گفت؟ الله سبحانه و تعالی. و اینجا سخن درباره سخن به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است و ما از اینجا درک میکنیم که پیامبران از حضرت آدم علیه السلام شروع کردگی تا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هدایت شده هستند و ما نیز باید بر راه و روشی از یا اقتدا کنیم. و استادانی که بر این آیت عمل کردند، بر این دو آیت مبارکه، یکی سوره انفال آیت 19 دیگری 89 اعراف، شما میخیزید و ضدی از یا ویدیوها و کانال هایی که درست ضدی از یا شما نشر کرده ایستاده و نشر کردید. باز میفرماید سوره انفال آیت 20 و نشوید مانند کسانی که گفتند شنیدیم و آنها نمیشنوند ولا تكونوا كالذين نسوا الله قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند این کسان نشوید. کی گفت؟ الله جل شانه. شما نیز این را میشنوید و انشاءالله حق را در میابید. در دوام آیت میفرماید همانا بدترین جنبندگان نزد الله سبحانه و تعالی کرها و گنگهایند. این شر الدواب عند الله صم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جنبندگان نزد الله کرها و گنگهایند. کرهای حق ناشنو، گنگهایی که افشای حق نمیکنند. امروز من امیدوارم که شما حق را در میابید و به مثل کرهای نمیشوید که حق را نمیشنوند. و اگر استادان نیز، من در آخر ویدیو نامی از یار ذکر میکنم، به زبان میارم که من کیها را در نظر دارم. و استادان نیز به مثل که گنگهای میشدن که افشای حق نمیکنند، شما چی کار میکردید؟ اینا به همین سوال من جواب ده. شما چی کار میکردید که افشای حق نمیکنند؟ مثل حاجی میرزا و مولوی بختری و داملا و عبدالداملا عبدالقادر و دیگرها که دعوت به سوی جهنم میکنند از یا. حاجی میرزا در باره رفیع الیدین چی گفت؟ شاید که شما دیده باشید در حدیث که آمده، اما در مذهب نه. مذهب تو مخالف حدیث است. قطعا هیچ کس ثابت کردن نمیتونه که امام ابو حنیفه رحمه الله رفیع الیدین نکرده. قطعا هیچ کس ثابت کرده نمیتونه که نکرده رفیع الیدین. و مولای بختری که
نعوذ بالله که در باره نامه اعمال بود که وقتی نامه اعمال پیش الله میبرند یک ورقه خوی میکند و در بالا نوشتگی است که با فرزند پدر خود قهر بود. الله میگیرد این دست خدا و معاذ الله. نعوذ بالله. شما دیده که بفیرم این ویدیوهای را از او را که الله گفت که وی دست دارد. نعوذ بالله. الله دست ندارد. الله به مثل مانند است. الله به یگان مخلوق مانندی ندارد. و امروز اینها این را درک نمیکنند، نمیفهمند. و انشاءالله که شما میفهمید این را، حق را در میابید. و حاجی میرزا در دیگر ویدیوی خود گفت که این شبکه های توحید و ایمان زلال و اینجور شبکه ها را کش نکنید. چرا؟ سبب در چیست که گوش نکنند؟ بیایید من سببش را به شما میگویم. چون که حق را میفهمید. چون که حق را میفهمید. و او حاجی و داملا و مولوی میفهمید شما که چقدر سال شما را به سوی گمراهی دعوت کردن. سوی گمراهی شما را دعوت کرده و کشیدن به سوی در جهنم. خودی از زیاد طاغوت پرست و دیگر کارهایی که نمیکنن. و مثل اون داملا عبدالقادر که شعر شرکی خوانده. و مثل اوی. من به شما ای حاجی، ای داملا، ای مولوی، ای نورالله نام الله به شما میگویم که هجرت کنید همون شهری که شما را نمیمونند که افشای حق کنید. هجرت کنید اون شهر. قسم به الله که اگر این کل دنیا جمع شود، با کل نیروی خود که از بین برند شما را، از بین برده میتونن؟ نه قطعا نه. اگر الله تعالی نخواسته باشد حتی برگ درخت نمیغلطد. الله میفرماید هرگز نرسد مرا، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم که هرگز نرسد مرا مصیبتی اگر آنچه نوشته است الله سبحانه و تعالی. الله از کارساز ما مؤمنان، پس باید که توکل کنند به الله سبحانه و تعالی. سوره توبه آیت 50. از اینجا معلوم می شود که هیچ چیز به اراده الله جل شانه توقف نمی‌یابد. و این استادانی که من میگویم که شما از زیارت دشنام و تحقیر و دیگر گپای قبیح گفته، همین ها هستند. ابو عبیدالله متوکل رحمه الله، عبدالظاهر داعی، ابو مصطفی درویش زاده رحمه الله، ابو حنظله جوانمرد، ابو محمد المدنی حفظه الله. الله یا را غریق رحمتی خود قرار ده. و اقوامی از علما امروز در ویدیوهای نشر میکنند که عقیده مردم جزیر میکنند که اگر در فردای قیامت، نعوذ بالله، که میگوید که اگر در فردای قیامت امام ابو حنیفه رحمه الله شما را سوال کنه شما چی جواب خواهید داد؟ نعوذ بالله. حاضر همین سخن اوی مولای نامولا را یک آدم جاهل، یک آدمی که نمیفهمد بیند گوش کند، چی گمان میکند که غیر از الله جل شانه امام ابو حنیفه هم یک سوال و جواب خود داشته است. نه که در اونجا سوره فاتحه را خونده رایسته مالک یوم الدین، مالک روز جزا الله هست، رزق دهنده الله هست نه مخلوق. و انشاءالله شما در حق در میابید. من به شما نمیگویم که تا بیداری از من و از استادان پیروی کنید،
از این استادانی که نامی از را من گرفتم تا وقت سخنهای من و اینها را گوش کنید که مخالف قرآن و حدیث نباشد. مخالف قرآن و حدیث نباشد. و شما چی خیلی میفهمید که استادانی که شما گوش میکنید مثل عبدالقادر و دیگر عقیده از یا مخالف قرآن و حدیث نیست. از کجا میفهمید؟ ویدیوی چند سالی پیش از مانید، 5 سالی پیش از مانید، ویدیوی حاضره اگر پیشینه و حاضره یگان فرقیت نداشت در مسیر حق. و در اینجا در فکر من یک چیز دیگر هم آمد که بعضی از یا از اول تا آخر سخن حق را نمیگویند. جزاکم الله خیرا. الله انشاءالله که شما حق را فهمیدید. الله من و شما را غریق رحمت خود قرار بده و بس کنید تشنام و تحقیر کردن به استادانی که ربانی هستند، حق را گفتند. ابو عبیدالله متوکل رحمه الله غیر از موضوع عذر بالجهل بیان کنم، غیر از موضوع عذر بالجهل ابو عبیدالله متوکل گوش کنید میشد. عبدالظاهر داعی، ابو مصطفی درویش زاده، ابو حنظله جوانمرد و غیره. الله شما را غریق رحمت خود قرار بده. جزاکم الله خیرا.